تا حالا پیش خودتون فکر کردین که گرونترین خونه های تو جهان کدوم خونه هستن و چه قیمتی دارن؟ حالا با ما همراه باشید تا بریم ببینیم گرونترین خانه های دنیا چی هستش. کاخ باکینگهام در لندن، خونه سلطنتی ملکه بریتانیا که قصر واقعیه. این خونه با بیش از 700 اتاق و یک باغ وحش خصوصی قیمت حدودی 2.9 میلیارد دلار داره. با این قیمت بیشتر شبیه یه شهر کوچیک تا یه خونه. آنتیلیا بمبئی، این ساختمون که به یه آسمان خراش 27 طبقه‌ای توی بمبئی هند معروفه، متعلق به موکش آمبانی، یکی از پولدارترین افراد دنیاست. قیمت این خونه حدود 2 میلیارد دلاره. برای هر طبقهش یک منظره متفاوتی داره. ویلای لیوپولدا فرانسه، این خونه رویایی در ساحل مدیترانه توی جنوب فرانسه واقع شده و حدود 750 میلیون دلار قیمت داره. اینجا قبلا متعلق به پادشاه بلژیک بوده و باغ‌های فوق‌العاده‌اش واقعا نفسگیرن. ویلای لسمورالدا مونت کارلو، یه عمارت شگفت‌انگیز در موناکو که قیمتش حدود 410 میلیون دلار برآورد شده. اینجا مثل یه بهشت خصوصی برای ثروتمندان دنیاست و به خاطر منظره‌های فوق‌العاده‌اش خیلی مشهوره. چهستوز پنت هاوس موناکو، این پنت هاوس که توی یکی از بلندترین برج‌های موناکو قرار داره چیزهای حدود 400 میلیون دلار قیمت داره. استخر اختصاصی روی پشت بوم با منظره‌ای از دریای مدیترانه یکی از ویژگی‌های بارز اینجاست. عمارت فیرفیلد نیویورک، این خونه توی هپتونز نیویورک قرار داره و یکی از بزرگترین خونه‌های خصوصی آمریکاست. قیمتش حدود 248 میلیون دلار برآورد شده و شامل 29 اتاق خواب و 39 حمامه. یه جورایی شبیه هتل 5 ستاره است. پالازو دی آمور کالیفرنیا، این عمارت لوکس توی برلی هیلز واقع شده و قیمتش حدود 195 میلیون دلار هستش. اینجا یه خونه نیست بلکه یک مجموعه تفریحی کامله با استخرهای بزرگ، زمینهای تنیس و حتی یه باشگاه خصوصی. الویسیوم ویلیج لس آنجلس، این خونه توی یه منطقه خاص در برلی هیلز قرار داره و حدود 108 میلیون دلار قیمت داره. طراحی این عمارت واقعا خاص و منحصر به فرده و کلی امکانات لوکس داره که فقط مخصوص میلیونرهاست. هرتفورد شایر انگلستان، یه عمارت قدیمی و زیبا توی انگلیس که قیمتش حدود 165 میلیون دلار تخمین زده شده. اینجا پر از باغ‌های بزرگ و اتاق‌های لوکس و دلبازی که همه چیز رو برای زندگی اشرافی آماده میکنه. مانور مانتراس تگزاس، این خونه توی دالاس تگزاس واقع شده و قیمتش حدود 150 میلیون دلار هستش. یه عمارت فوق‌العاده با طراحی کلاسیک که پر از آثار هنری و دکوراسیون لاکچریه.